فرماندهی که خانواده‌شو ازش گرفتن، به بردگی فروخته شد و مجبور شد تو میدونای مرگ بجنگه. ماکسیموس سالها جنگید تا با امپراتوری روبرو بشه که زندگیشو نابود کرده بود. فیلم فقط داستان تعریف میکنه، اما ذهن ما جاهای خالی داستانو با خاطرات پر میکنه. خاطره هایی که فراموش کردیم، آدمایی که از دست دادیم، یا حرفایی که هیچ وقت نزدیم. بعضی وقتا اتفاقی که روی پرده میفته اصلا دردناک نیست، اما چیزیو که درون ما لمس میکنه دردناکه. دردی که سالهای سال ساکت بوده. مردم برای مشکلات و سختی ها و مرگ ماکسیموس گریه نمی کنن. اونا برای ارزش‌های اشک می ریزن که احساس می کنن تو دنیای واقعی کم رنگ شده. مردی که بین قدرت و شرافت رو انتخاب کرد. مردی که همه چیزشو از دست داد اما خودشو از دست نداد. جامعه به ما یاد داده که موفقیت مهمه، اما گلادیاتور چیز دیگه‌ای رو به ما یادآوری میکنه. گاهی ارزش یه انسان به اندازه چیزیه که حاضر نیست برای رسیدن به قدرت قربانی کنه. داستان به ما یاد میده که چه چیزایی ارزشمنده: عشق، وفاداری، از خودگذشتگی. وقتی شخصیت فیلم رنج میکشه، ما فقط اون شخصیت رو نمیبینیم، بخشی از تجربه مشترک انسان بودن رو میبینیم. میلیون ها نفر تو نقاط مختلف دنیا ممکنه با دیدن یه صحنه اشک بریزن. این به این دلیله که اون شخصیت واقعیه؟ نه، احساسی که نمایندگی میکنه واقعیه. شاید اشک ما برای ارزشایی باشن که دلمون میخواد هنوز توی این دنیا زنده باشن. شرافت در برابر قدرت، وفاداری در برابر خیانت، معنا در برابر منفعت. وقتی گلادیاتور سقوط میکنه، احساس میکنیم بخشی از این ارزش‌ها باهاش سقوط میکنن. ما به خود فیلم واکنش نشون نمیدیم، به چیزی که اون فیلم درون ما فعال میکنه واکنش نشون میدیم. شخصیت فیلم در حقیقت پرده‌ایه که دل ما روی ترساش، خاطرهاش، دلتنگیاش یا عشقاش کشیده. اون فیلم فقط قفل دلو باز میکنه. به همین دلیل یه فیلم میتونه یه نفر رو از هم بپاشه و روی خیلی‌ها هیچ اثری نذاره. هر کس به اندازه زخماش از دیدن یه صحنه متأثر میشه.